اون قدیما که کوچولو بودم مادرم هر موقع دلش میگرفت به یاد بچگیای خودش و مادرش و نون پختنایی توی خونه، اونم برای ما توی خونه نون میپخت. آرد و علف میکرد و با دقت خمیر درست میکرد و ورز میداد. حالا سالها گذشته. دیگه نمیتونم آرد سفید بخورم. اما دلم هنوز همون نون رو میخواد و به یاد قدیما منم مثل مادرم امروز این نون کتویی رو به یاد بچگی هام و مادرم درست کردم. اگر تو هم مثل من دل تنگ قدیما و دور هم جمع بودن رو کرده، با من این نون سالم رو بپز که مطمئنم عاشقش میشی. 2 تا تخم مرغ رو هم بزنید، بهش آرد بادوم درختی، ماست، روغن زیتون، بیکینگ پودر، نمک و برای داشتن یه طعم روستایی باحال من یکم رازیانه هم بهش اضافه کردم. کامل که مخلوط شد روی کاغذ روغنی پهنش کنید. به مدت 20 دقیقه در دمای 180 درجه قرارش بدین. اگر دوست دارین نونتون تر باشه نازکتر پهنش کنید. یکم هم روش کنجد بپاشید و تمام. همینقدر باحال. نوش جان.